به نام خدا. امروز 26/4/1403 رفقا باز مثل همیشه رفیقای مشتیمون محمد آقا رفیقای زحمت کشیدن تعداد 110 تا پاک غذایی تهیه تداعی کردم واسه بچهای منطقه کوراج‌الپذیر شمس‌آباد. امروز هم روز عاشورا هستش. خدا رو قسم میدم به بزرگیش هیچ خانواده‌ای و شرمنده خودشون نکنه، سفره‌هاشون همیشه پر کنه برای سلامتی خودتون، خانواده‌تون، برای اینکه این کار مداوم باشه. یه ذره هوای بچه‌ها ما داشته باشین، یه صلوات مشی بزنید. آواز دنیا رو گرفت، ای دنیای بچگی‌ها، پر کردی روز و شب ما از فکر بیرون. حسین تو قلبت داره ریشه، حسین که تکراری نمیشه، حسین اون عشق موندگاره، حسین که تنهامون میذاره. زمان مرگم بیا با عبدالله، دوست دارم خیلی یا با عبدالله، ندارم حرفی به جز همین یک جمله و صلی الله و صلی الله. بعد از مرگ عاشقتم من حتی زیر وحدم، هرچی گفتن میگم حسین آداب عشقم. حسین قبرم بیچون سیاهه، حسین آقا چشمم براهه، حسین قبرم بیچون سیاهه، حسین آقا چشمم براهه، حسین تو اوج بیقراری میای یا ناکامم میذاره. بریدم از خیلی یا با عبدالله، به جز تو دارم کیا با عبدالله، میخوام حرف آخرم تو دنیا باشه. تا دیگه مونده یکی اینه، یکی اینه، یکی اینه.